امروز هم آمریکا دچار خطای محاسباتی است. اون روزم هم آمریکا هم که پشتیبان رژیم پهلوی بود، هم پهلوی خطای محاسباتی داشتند. ایران رو نشناختند و غلط برنامه ریزی کردند. امروز هم نمیشناسند و غلط برنامه ریزی میکنند دشمنان ما. اون روز بر اثر برنامه ریزی غلط شکست خوردند. امروز هم آمریکا بر اثر برنامه ریزی های غلط خود شکست خواهد خورد. He noted the root cause of U.S. enmity towards Iran, mentioning it along its enmity towards other nations across the world. این مبارزه رو اونها شروع کردن، آمریکا شروع کرد، دشمنان وابسته به آمریکا شروع کردن. چرا شروع کردن؟ ثروت‌های این کشور، همه منابع مالی این کشور در اختیار آمریکا بود. جمهوری اسلامی آمد اون از اینها گرفت. امروز می‌بینید در آمریکای لاتین یک کشور رو محاصره میکنن، اقداماتی میکنن، خجالت هم نمیکشن، صریحاً میگن برای نفته. The leader went on to address the recent riots in the country, in which some elements have destroyed public properties in the name of protests, to please the U.S. president. کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. او دستش به خون بیش از 1000 ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه 1000 و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. او وقت میگه من طرفدار ملت ایرانم. همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. He finally shed light on the fate of the arrogant U.S. president by drawing parallels to the fate of the tyrants throughout history, when they had imagined themselves at the peak of their power. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولاً مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد.